به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. بینندگان ارجمند، بعضی عبادت ها در دین ما عبادت های قلبی هستند، باطنی هستند. یعنی آن عبادت ها نه طریق حرکت دست و پا و خم شدن میان این چیزها انجام نمی‌یابند، بلکه مجرد خاطرهای قلبی، مجرد احساسات، مجرد شعور باطنی هستند که اگر در انسان آن احساسها، آن شعورهای نیک پیدا باشد، یعنی آن عبادت را انجام داده است و خداوند برای او اجر و پاداش فراوان وعده کرده است که عطا خواهد کرد. از جمله آن عبادت‌های داخلی و باطنی، به تعبیر اهل سلوک عبادت‌های قلبی، این خیرخواهی نسبت مردم است. خیرخواهی، محبت مردم را دوست داشتن و به آنان نیکی خواستن، صرف نظر که آن نیکی را شما میتوانید برای آنها انجام دهید و یا نه، مجرد اینکه برای آنها آرزو دارید که نیکی کنید و مجرد اینکه تمنا میکنید که مردم در عافیت باشند، در صحتمندی باشند، مردم در آسوده بالی و آسوده حالی باشند، این خود همین خیرخواهی، همین احساس نسبت آنها عبادت است که انسان اجر میگیرد. یکی از دانشمندان که در محفل نشسته بودیم، از استادش که خیلی شخص زاهد بوده قصه میکرد که بعضا در راه میرفتیم، خیلی راه وسیع، ماشین ها در رفت و آمد. این صحنه را که میدید به سوی ما شاگردها خطاب کرده، میگفت بیایید برای این مردم دعا کنیم که به سلامت به خانه‌هایشان رسند. این چقدر قلبی زیباست، این چقدر شخصی درونش مصفاست که این مردم را وقتی میبینه جمع مردم در ماشین ها سوار و در راه به هر سرعتی گوناگونی به هر طرف روانند، در دلش این خیرخواهی نسبت آنها پیدا می شود و خود و هم شاگردها را سفارش می دهد که بیایید برای اینها دعا کنیم تا به سلامت با خانه هایشان رسند. این حس خیلی زیباست که انسان مومن راستین باید این حس را داشته باشد و این عبادت قلبی است. بزرگان دینی ما دوستان گرامی این حسیات زیبا را، این شعورهای ایمانی را داشتند. مثلا امام ابن عبدالبر در کتاب خود بهجة المجالس که مجموعه پند و مواعظ و حکمت هاست، از عبدالله ابن عباس صحابی بزرگوار، پسری عمک پیامبر صلی الله علیه و سلم و بزرگ مفسری قرآن در عهد صحابگان، روایت آورده که ایشان چنین میگفتند: انی لاسمع بالحکم من حکام المسلمین یعدل فافرح به ولعلی لا اتحاکم الیه ابدا وإني لأسمع بالغيث يصيب البلدان فأفرح وما لي فيها سائمة وإني لآتي على الآية فأود أن الناس يعملون بها ويعلمون منها ما أعلم. عبدالله ابن عباس اینجا میگوید من چون میشنوم که حاکمی از حکام مسلمانان، راهبری از راهبران مسلمانان عدالت پیشگی کرده، عدل را جاری کرده در رعیتش، من شاد میشم. به خاطر رعیتش برای اون مردم من شاد میشم که راهبری عادلی دارن، گرچنده که به آن راهبر کاری من نمی افتد، پیش آن راهبر من اصلا کاری هم ندارم، کارم هم نمی افتد، لیکن برای اون مسلمانان شاد می شدم. میگوید و من چون میشنوم که در شهری، در دهه، در جای باران باریده، شاد می شدم که زمین آنها حاصل خیز می شود، زراعت آنها یعنی حاصل می دهد، ثمره می دهد، گرچنده که در آن زمین ها اصلا نه چاروایی دارم نه زراعتی دارم. برای آن مردم خوشحال میشم که باران برایشان باریده. و میگوید و چون من به آیه از آیه های قرآن میگذرم، خوانده میگذرم، آرزو میکنم که مسلمانان همه به این آیه کاش عمل کنند و آنچه که از این آیه من میفهمم که ایشان بزرگ مفسری صحابگانند، میگوید آرزو دارم که همه مسلمانان آن فهمی که من میفهمم کاش آنها نیز چنین بفهمند. این آیه را مثل که من میفهمم، این همه پند و حکمت و همه اسراری که از این آیت برداشت میکنم، آرزو میکنم که کاش مسلمانان نیز سراسر همگی همین گونه فیض و همین گونه علم و همین گونه معناها برایشان کشاده شود و از کلام الله این چیزها را آنها نیز بفهمند. یعنی ایشان خصلت خیرخواهی نسبت مردم داشتند، یعنی خصلت تمنای نیکی برای مردمان، برای آدمان آرزو داشتند که خوبی و نیکی و عافیت و آسودگی برایشان میسر گردد، عکس حسادت و کینه و بدبینی نسبت آنان. و این خصلت یعنی خیرخواهی و تمنای نیکی برای آدمان
از عبادت های قلبی است که انسان برای داشتن این حس نیک اجر و پاداش میگیرد. خدا یار و مددگارت.